یک کاغذ با نام پول، یک آهن با نام ماشین، یک کرسی با نام وظیفه، عموما یک چیز با نام مال دنیا تمام مهر و محبت انسانی را از بین برده. در زندگی هیچگاه غرور مکن. نه من از کسی بالا هستم و نه تو از کسی. در قلب خود کینه و کبر و غرور را جای مده. میگه کینه از سینه بدر کن ای پسر، زی آتش دوزخ حذر کن ای پسر. به جای کبر و غرور مهر و محبت را زیاد کن تا در قلب ها بشینی و در یادها بمانی. در این دنیا نه من مانم، نه تو مانی، نه آن شاه و نه آن سلطان. بماند در جهان مهر و محبت، خوبی انسان. جای دیگه میگه رسم دنیا در همین است، آن که آمد رفتنی است، لیکن بعد رفتن نامینه که در زبان ها ماندنی است، یا اینکه در یاد ها ماندنی است. خواهی که بعد رفتن نامد نکو باشد، باید کردار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک باشد. جانی من.